يا رسول الله وقدوتنا لن ندع. از لعنت کردن همدیگر دوری بجویید. در صحیح مسلم آمده است که روز رسول خدا با جمع از صحابه ها در صحرا می رفتند. در این وقت یکی از اصحاب پیامبر به شترش لعنت خدا بر تو باد گفت. رسول خدا گفتند چیزی لعنت شده با ما همراه نشود. آن صحابه از شترش فرامده شترش را راند. دیگر صحابه ها نقل کردند که همان شتری لعنت کرده شده در صحرا می گشت و کسی به او به خاطر لعنتی شدنش نزدیک نمی شد. برادران عزیزم، چنانه که به ما معلوم شد، لعنت کردن نه تنها بر انسان ها بلکه بر حیوان ها هم روا نیست. از این عمل بد دوری جوییم. يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله